أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عربی، از علم نحو، از کتاب متن الآجرومیه یک درس گرفتیم، درس گذشته، و امروز بنده میخواهم درس دوم را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما خواهشمندان آموزش زبان عربی برسانم. پس درس گذشته ما و شما درباره کلمه صحبت کردیم. پیش از اون که این درس را آغاز بکنیم از این باب الاعراب، باب الاعرابی، پیش از اون که درس را از این صحیفه شروع بکنیم، اولا بنده میخواهم، چطوری که بعضی برادران سوال کردن درباره تقسیم کلمه، ما گفتیم کلمه به سه قسم تقسیم می شود: اسم است، فعل است، حرف است. پس برای این تقسیم کرده امان از قرآن، از سنت آیا یگان دلیل هست؟ پس ما میتونیم صریح بگوییم که نه، درباره تقسیم کلمه در زبان عربی به سه قسم هست، نه در قرآن دلیل هست نه در سنت هست. پس ما از کجا گرفتیم که کلمه به سه قسم تقسیم می شود؟ در این باره یک روایت داریم. بعضی ها گفتگی هستند که حضرت علی رضی الله عنه وقتی که ابو اسود دوئلی را فرمان داد برای تدوینی، برای نوشتن علم نحو، پس انا همون حضرت علی براش گفت که کلمه به سه قسم تقسیم می شود: اسم است و فعل است و حرف. اما این دلیل قول حضرت علی است و با بعضی ها همچنین میگویند صحیح درست نیست به حضرت علی نسبت دادنش. به هر صورت این را یک جانب میگذاریم و دلیل قوی‌تر داریم که کلمه های زبان عربی به سه قسم تقسیم می شود. اون دلیل چی است؟ دقت بتید. اون دو چیز است. یکم میگویند التتبع. دقت بتید. التتبع یکم دلیل است. و دویم دلیلی که کلمه زبان عربی به سه قسم تقسیم می شود: الاستقراء. این همین دو چیز است که کلمه زبان عربی به سه قسم تقسیم می شود. پس اینها یعنی چی؟ اینها چی معنی دارد؟ تتبع یعنی چی؟ تتبع یعنی پیروی کردن و دنباله گیری کردن و کاف تو کاف کردن کلمه های زبان عربی. تمام کلمه های زبان عربی را کافتن، جستجو کردن، دیدن با تتبع، دیدن که کلمه از سه قسم بیرون است: یا اسم است، یا فعل است، یا حرف. خلاص. پس یکم دلیل تتبع بوده است. و دوم دلیلی که برای کلمه های زبان عربی سه تقسیم می شود دلیل استقراء هست. استقراء یعنی چی؟ استقراء یعنی که طلب خواندن، یعنی کتاب های عربی را گرفتن خواندن و کتاب های عربی را و رساله ها و هر نوشتجات های عربی را دیدن، با استقراء فهمیدن که زبان عربی را کلمه هاش از سه قسم بیرون نیست. همچنین می شود استقراء را بگوییم که طلب قشلاق ها کردن. استقراء بگیم از قریه گرفتگی است، قریه یعنی قشلاق. اما اگر بگیم استقراء از قرعه گرفتگی است، قرعه یعنی خواندن، پس کتاب های عربی را خواندن. اما بگیم استقراء از قریه گرفتگی است، یعنی جستجو کردن قشلاق ها را، ده ها را و عرب های بادیانشین را نزدشان رفتن و اونها را پرسیدن و اونها را سوال کردن، پس دیدن که کلمه های زبان عربی از سه قسم بیرون نیست. پس دلیل ما همین است. پس در علم صرف، در علم نحو، شما هیچگاه دلیل را، یعنی که گویا که قرآن گفتگی باشد همین قاعده را این طور، یا سنت گفتگی باشد این طور نه جستجو نکنید، سوال هم نکنید. فقط از عرب یا تتبع و استقراء دلیل می شود که در کلمات زبان عربی
یک قاعده را بگذارن یا یک تقسیمات را تقسیم بندی بکنن. پس معلوم شد که برای تقسیم کلمه های زبان عربی این دو دلیل است و همچنین این دو دلیل برای ما کفایت کننده است که بدانیم و بفهمیم که کلمه های زبان عربی از سه قسم بیرون نیست. پس این بود آن اشکالی که بعضی از برادران دلیل پرسیده بودن از قرآن و سنت برای تقسیم کلمه های زبان عربی به سه قسم. خب بیایید میگذاریم به درس امروزه‌مون. درس امروزه ما و شما از این صحیفه شروع می شود. هر کسی این کتاب را دارد. باب الاعرابی، باب در مسئله اعراب صحبت می کند. اعراب یعنی چی؟ اعراب یعنی تغییر یافتن کلمه. دقت بتید. مثلا من میگویم که جاء زیدون، رأیت زیدن، مررت بزیدین. دقت بتید اکنون این کلمه ها را. مثلا یکم در جای کلمه اول گفتم جاء زیدون. زیدون را دقت آخرش چی شد؟ ضمه. رأیت زیدن آخرش چی شد؟ فتحه. مررت بزیدین آخرش چی شد؟ کسره. پس انا همین تغییراتی که در آخر کلمه وارد می شوند انا همین رو میگویند اعراب. انا همین رو چی میگویند؟ اعراب. در مقابل اعراب یک کلمه دیگر داریم که نام اون بنا هست. بنا بر ضد اعراب هست. اما اعراب رو چطور که شما دیدید آخر کلمه را دیدید چطور تغییرات وارد شد؟ جاء زیدون، زید آمد آخرش ضمه شد. رأیت زیدن، زید را دیدم آخرش فتحه شد. مررت بزیدین، به نزد زید گذشتم آخرش چی شد؟ آخرش کسره شد. دیدید تغییرات آخر کلمه در تغییرش انا میره نامش چی هست؟ اعراب هست. انا میره نامش اعراب هست. پس درس امروزه ما و شما در انا همین مسئله صحبت میکند. دقت چی میگوید؟ میگوید که الاعراب، صاحب کتاب صاحب متن الاجرومی ابن آجروم میگوید که الاعراب هو تغییر اواخر الکلمی. اعراب میگد هو تغییر، اون تغییر یافتنی، تغییر کردنی آخر کلمه ها هست. پس کسانی که این کتاب را دارد بعد تغییرو افضل و خوبتر همین است که احوالو را شما خودتون بنویسید. پس ترجمهش اگر احوالو را نویسید پس می شود که هو تغییر احوال اواخر الکلمی. هو تغییر احوال اواخر الکلمی، یعنی که اعراب تغییر یافتن حالت های آخر کلمه هست. ما باید کلمه های حالت را داخل بکنیم. در اینجا حالت نیست، ما باید داخلش کنیم. چرا؟ اگر داخلش نکنیم پس می شود تغییر یافتن آخر کلمه است. شاید اگر انسان فکر کند که آخر کلمه در زید حرف دال است، دال شاید تغییر می‌یابد. نه، آخر کلمه تغییر نمی‌یابد، حالتش تغییر می‌یابد. یعنی حالتش که از ضمه به فتحه می شود، از فتحه به کسره می شود. ببینید دال ایستادگی از تغییر نیافته از دال، لیکن حالتش، حرکتش تغییر یافته است. انا همین تغییر یافتن حرکت و حالت رو میگوین اعراب. میگوین چی؟ اعراب. خب اکنون ما معنای اعراب رو فهمیدیم که تغییر یافتن یا تغییر کردن حالت آخری کلمه ها چطوره که شما دیدید. اکنون چی میگوید؟ میگوید که لاختلاف العوامل الداخله علیها لفظا او تقدیرا. اکنون یک سوال کند به خاطر چی زیدون شد؟ برای چی زیدن شد؟ برای چی زیدین شد؟ سبب چی است؟ صاحب کتاب انا همین سوال جواب شد داده است که لاختلاف العوامل الداخله علیها. سبب میگه برای عوامل هست. این عامل است، این عامل است که انا همین جاء زید مجبور کرد که آخری تو باید ضمه شود. انا همین جاء زید مجبور کرد، زیرا اینکه این فاعل است. در آینده میخونیم فاعل باید مرفوع باشد. پس جاء فاعل طلب میکند، زیدون آخرش چیکار کرد؟ ضمه کرد. اکنون رأیتو
این را ببینید، این رأیتو زید مجبور کرد که آخرش چی شود؟ آخرش فتحه شود، مجبورش میکند. انا همین را میگوین عامل، این را میگوین معمول. یعنی که رأیتو مجبور میکند زید که آخر تا تو چیکار کن؟ آخر تا فتحه کن. یعنی دیدم من زید را، پس دیدم من زید مجبور میکند که آخرش فتحه شود. دوم و سیوم انا همین کلمه بی، دیدید؟ بی زیدین، این همین بی زید مجبور کرد که آخر تا تو کسره بکن. این را ما گفتیم که حرف جرش میگن، حرف جر یا حرف خفض. پس حرف خفض یا حرف جر آخر کلمه را چیکار میکند؟ کسره میکند. پس عاملی این کسره انا همین حرف ب هست، حرف با. انا همین زید دال مجبور کرد که آخرش کسره شود. دیدید اکنون عامل ها و معمول ها، این معمول است و این حالت آخری کلمه را ببینید که سه نمود تغییر یافت. اکنون میگه اختلاف العوامل داخلتی، اختلافی یعنی برای گوناگون بودن، هر خیله بودن، هر چیز بودن. اینجا جای عامل، در اینجا رأی تو، در اینجا بی است، در جای دیگر یک عامل دیگر دارد. انا همون عامل ها آخر کلمه ها را مجبور میکند که تغییر یابنده باشند و تغییری بیابند. اکنون میگوید این کلمه تغییر یافتن آخری کلمه ها لفظی می شود و تقدیری می شود. لفظی یعنی چی؟ یه لفظی یعنی که نمی که از ما دیده سیم جا زیدون، ببین ما تلفظ میکنیم زیدون، رایتو زیدن، مررتو بزیدین. انا همین ها رو میگوین لفظی، یعنی که ما تلفظش کرده سیم. اما تقدیریش چی است؟ با ما حالت اعرابی رو داریم که تقدیری هست، لفظی نیست. به مثل چی؟ مثالش رو می نویسیم تا اینکه فهماتر و واضحتر شود. مثلا من میگویم که همین کلمه ها رو می نویسیم جاء زیدون بگویم اگر اعرابش لفظی است. پس من میگویم که جاء موسی، مررتو بی موسی. دقت دادید؟ مررتو بی موسی. اکنون کلمه را شما دقت بتید، در یکم جا عامل چی است؟ عامل جاء هست. عامل رنگی چرا گفتیم جاء عامل است، عامل است. لیکن موسی را آخرش ببینید تغییر نیافته است. موسی، رأیتو موسی تغییر نیافت، عامل تغییر یافت به مثل این. اما معمول به مثل این تغییر نیافت. مررتو بی موسی عامل تغییر یافت اما معمول تغییر نیافت، اینش موسی. دیدید؟ انا همینه که حاضر در جمع میبینیم اینها را میگوین تقدیری. پس ما میگیم جاء موسی، جاء فعل ماضی، موسی فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه المقدره، ضمه مقدره هست. مقدره یعنی که در اینجا پنهان است، یک ضمه به مثل این بری ضمه پنهان است، ظاهرش کردن نمی شود به مثل این. و ظاهر نکردن اینجا رو میگن لتعذر، برای امکان ناپذیر بودن، برای هیچ امکانیتش نیست که ما الف را حرکت بتیم به مثل دال. از این حسابی را میگن تقدیری. رأیت موسی، رأیت فعل و فاعل موسی مفعول به باید به مثل این شود آخرش، لیکن نمی شود. پس میگیم موسی مفعول به منصوب و علامت نصبه فتحة مقدره على الالف منع من ظهورها التعذر، ناامکان بودن حرکت قبول کردن الف. پس این را ما میگیم فتحة المقدره، تقدیری هست حرکت آخرش. پس من میگویم مررتو بی موسی، بی حرف جار، موسی باید به مثل این کسره را قبول کند، کسره بشود زیرا که عاملش رنگ عامل این هست. اما موسی آخرش قبول نمی کند، آخرش قبول نمی کند. پس در اینجا من میگم که با حرف جار موسی اسم مجرور و علامت جره کسره مقدره، کسره مقدره هست، منع من ظهورها التعذر. تعذر یعنی که منع کردگی از آشکار شدن کسره را تعذر. تعذر یعنی چی؟ یعنی امکان ناپذیر بودن، هیچ امکانیت ندارد که این الف به مثل دال برای کسره را قبول کند. پس این چیزهایی که میبینین این را میگن تغییر یافتن لفظی، در لفظ دیده سیم. اما این را میگن تغییر یافتن تقدیری،
در لفظ تغییر نیافته است لیکن در اصل تغییر یافت. چطور گفتیم این باید به مثل این شود اما ما میگیم تقدیری، اینش هم باید به مثل این شود ما میگیم تقدیری، اینش هم به مثل این باید شود پس ما میگیم چه؟ تقدیری. پس فهمیدید اکنون لفظی یعنی که تلفظ کرده می شود، تقدیرا یعنی تقدیری هست و در لفظ آشکار نمی شود که همش موسا 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 هست، تغییر نیافت. پس رو میگن تقدیری. اکنون حالا صاحب کتاب برای ما و شما اعراب را دو گونه بودنش را بیان کرد. اعراب لفظی چطوره که دیدیم و اعراب تقدیری. اعراب تقدیر همچنین به سه قسم تغییر می شود. در اینجا نوشته کنیم برای معلومات، برای افزودن معلومات. تقدیری می نویسیم تقدیری یا تقدیرن. تقدیرن اعرابش به سه قسم تقسیم می شود. یعنی سه چیزی هست که اعراب تقدیری دارد. اون سه چیز چی است؟ یکمش اسمی منقوص، اسمی منقوص. دویمش اسمی چی است؟ اسمی اینجا بنویسیم اسمی منقوص. دویمش اسمی مقصور، اسمی مقصور. سیومش ما اضيف الى الياء یا الى یاء المتکلم، الى یاء المتکلم. دقت بتید الى یاء المتکلم. اکنون اینها یعنی چی؟ سه چیز اعرابش تقدیری می شود. سه چیز اعرابش تقدیری می شود. پیش از اون که این را بیان کنم میخواهم یک معلومات، یک فایده به همه شما برسانم. دقت بتید. حالا شما شاید بگید اسم منقوص یعنی چی؟ مقصور، یا که ما اضیف الی یاء المتکلم، یا این اعراب لفظی تقدیری میگوی کلمه ها را تقسیم. این چی فایده دارد؟ حالا یگان چی فایده نگرفته استم شاید یگان کس همین طور فکر بکند. پس جواب شما این هست یا فایده برای هر یکی شما. ببینید حاضر ما خانه می اندازیم، نه عماره می سازیم. وقتی عماره ساختن زمین رو میکنیم 5 متر 10 متر 20 متر چی قدره که اون عماره می ساختگی ما، اون ساختمان ما طلب دارد، همون قدر زمین میکنیم. پس زمین کندن چی فایده دارد؟ بیا از خانه را بداز، بالاش وردار و این رسخود زیادی در زیر زمین چی در کار است؟ او یگان انسان عقل دار همین گپ میگوید؟ نه. چرا؟ زیرا که اون ته زمینی که میکنیم، اون فوندامنتی که در زمین میریزیم ما و شما میکنیم 5-10 متر، فایده اون همین است که این آشیانه بلند ما را میقپد که چپگردان نشود، که به صدمه دچار نشود. دیدید؟ فایده اون فوندامن قپیدن یعنی همین بنا هست. پس حفظ کردن این لفظی و تقدیری و اسم منقوص و اسم مقصور و ما اضیف الی یاء المتکلم و دیگر قاعده های صرف و نحوی که هست، حفظ کردن اینها به مانند انا همون فوندامنت است، به مانند انا همون ته کرسی است که شما را استوار میقپد. در خواندن زبان عربی دیگر درست میخوانید. اما اگر شما اینها را از یاد نکردید، در پیش یک طالب علم اگر یک کلمه عربی را خوانده شرمندگیتون میبراید. چطوره که امروز ما اکثر تکفیری های خبیث را میبینیم که همین طور هستند. وقتی که عباره میخوانند، عباره خوانیشان از یک کودک در بدتر است. عباره خوانی جاهلانه دارد، اما گپزنیشان هم میبینید تکفیری های خبیثی و گمراه را از آسمان هفتم هست. پس دیدید این حفظ کردن این قاعده ها به مثل آن همون فوندامن است که شما را استوار نگه می‌دارد، شما را استوار می‌قپد که وقتی میخونید الاعراب آخرش دمه میکنید. چرا؟ باب الاعرابی آخرش کسره میکنید. چرا؟ اینها را در آن همین علم میخونید که چرا ما باب الاعرابی میگیم، در اینجا باشد الاعرابو میگیم. برای چی؟ در آن همین کتاب این مسئله ها را ان شاء الله خواهیم خواند. پس فایده آن همین است. از این حساب
ته کرسیاتون فوندامنتاتون مستحکم بکنید، اینها را از یاد بکنید تا اینکه در آینده مستحکم و قوی باشید. اکنون اسم منقوص چی است؟ قاعده‌اش بنویسید در دفتراتون. اسم منقوص کلمه است که در آخرش یا دارد، پیش یا کسره دارد و اون یای شده‌دار نیست، یعنی آخرش تشدید ندارد. مانند چی؟ مانند القاضی. ببینید القاضی یا ساکن است، یا آخرش یا دارد، میگم آخرش یا دارد، پیش یا کسره هست. کسره ببینید کسره هست. پس انا همین اسم قاضی را میگن اسم منقوص. دقت دادید؟ این اسم منقوص شد. این اسم منقوص را دو اعرابش تقدیری هست، دو اعرابش تقدیری هست به مثل این، یک اعرابش به مثل این لفظی است. مانند چی؟ دقت بدید. مثلا میگم جا موسی، اگر قاضی را بیارم به مثل این اعرابش چی میشود؟ تقدیری میشود. مثلا جا در جای موسی می نویسیم القاضی. دقت بدید. القاضی، القاضی، القاضیو رنگید ظاهرش نمیکنیم، به مثل این میشود القاضی. پس میگم القاضی فاعل مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل. میگم تعذر نمیگم، اینجا تعذر بود، یعنی که ناامکان پذیری، امکانیت نداره که در اینجا حرکت کنیم. اما در اینجا اگر یک کس بیا بگه که من میگویم که جا القاضیو، بگه من میتونم بگم همین گپا، بله گفته میتوانی، اما ثقیل است، یعنی وزمین است، دشوار است. شاید یک آدم بگوید که نه برای مرا دشوار نیست. برادرم ما تو را نگاه نمیگیریم که برای تو را دشوار هست یا نیست. عرب چی میگوید؟ ما عرب نگاه میکنیم، ما با تو کار نداریم که برای تو ثقیل شد یا نه، وزمین هست یا نه. اما عرب میگوید که نه این ثقیل است. این را میگیم القاضی، یعنی جا القاضی. پس قاضی فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها چی میگیم؟ الثقل، یعنی وزمینی، برای وزمین بودن آشکارش نکردیم. اما این قاضی را اینجا بیاریم حالت نصب ده، پس این آشکار میشود اعرابش به مانندی القاضیه. دقت بدید القاضیه، ببینید آخرش فتحه موندیم به مثل فتحه موندیم. پس در حالت نصب اسم منقوص اعرابش اعرابی چی بوده است؟ لفظی بوده است، با لفظ قطعی بوده است. دیدید؟ اعرابی لفظی بوده است. پس میگذاریم به سوم حالتش. پس در حالت جر هم اسم منقوص به مثل این تقدیری میشه. مثلا مررتو بالقاضی، بالقاضی، حرکت آخرش آشکار نمی شود، تقدیری می شود. پس اسم منقوص در حالت نصب، در حالت فتحه باشد، در حالت نصب آخرش فتحش حرکتش آشکار می شود، این را میگن لفظی. اما در حالت رفع و در حالت جر اسم منقوص چی بوده است؟ اسم منقوص آخرش حرکت مقدره بوده است، سبب تقدیر شدنش ثقل بوده است، وزمینی. خب این را فهمیدیم. میگذاریم در اسم مقصور. اسم مقصور مانند چی؟ مانند الدنیا. دیدید؟ الدنیا. یا مانند چی؟ مانند موسی. چقدر اینجا نوشتیم؟ موسی. پس موسی اسم مقصور بوده است. اسم چی بوده است؟ مقصور. دیدید؟ دنیا به این الف نوشتگی باشد یا موسی به این الف، هر دینها را میگن اسم مقصور. در این هر دو صورت همه حالتهای اعرابش اعراب چی است؟ تقدیری است. همه اعرابش تقدیری است، چطوری که موسی را در اینجا کار کردیم، دنیا را با مثل میتونید شما خودتون کار کنید. اما اکنون سوم حالتی که سوم چیزی که اعرابش همش تقدیری می شود، این ما اضیف الی یاء المتکلم، اون چیزی که اضافه شده است به یاء متکلم، اضافه به یاء متکلم است. مثلا میگویم که جاء اعرابی تقدیری می شود، اعرابی تقدیری. مثلا میگم جاء صدیقی. دقت بدید، صدیقی، صدیقی، صدیقی. جاء صدیقی یعنی آمد دوست من.
صدیقی انمی یایی که در آخرش میبینید این به مثل این یا نیست. این یا را یای متکلم میگویند، یعنی آدمی گپ زننده. صدیقی یعنی دوستی من، رفیق من. اما این قاضی من نبود. این قاضی اسمی منقوص است. اما این یای متکلم هست، یعنی یای گپ زننده. پس میگیم صدیقی، جاء صدیقی، جاء فعل ماضی صدیقی. پس میگیم فاعل مرفوع و علامت رفعه ضمه المقدره. میگیم ضمه مقدره هست. منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه، یعنی که سببی آشکار نشدن یا ضمه حرکت مناسبه است. اینه یا کسره که در اینجا میبینید، این کسره را به خاطر یا دادیم، زیرا که یا پیش خودش کسره را طلب میکند که کسره که. پس این را ما کسره کردیم. پس این را میگیم منع من ظهورها اشتغال المحل، یعنی مشغول بودنی جای. حرف قاف که باید ضمه میشد، حرف قاف کسره گرفته کنون، مشغول است. از این حساب یک قاعده است که مشغول را با نمیشود مشغول کرد، یک بار مشغول می شود. پس حرف قاف کسره که دارد مشغول که است، دیگر ما نمیتونیم در اینجا چیکار کنیم؟ ضمه بمونیم تا که بگوییم که فاعل مرفوع. پس میگیم ضمه المقدرش میگوییم، یعنی در تحتش ضمه هست و اما آشکار کرده نمی شود. سببش چی است؟ سببش مشغول بودن آخری کلمه. آخری کلمه برای یای متکلم که یای متکلم پیش خودش کسره را طلب میکند. پس در هر سه صورت همین گپ رو میگیم تقدیری است. مثلا رأیتو صدیقی، رأیتو صدیقی می شود. رأیتو فعل فاعل، صدیقی مفعول به منصوب علامت نصبه الفتحة المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل. اشتغال المحل یعنی مشغول بودن آخری کلمه به حرکت المناسبه، به حرکت موافق به حرف یا. پس این صورت هم ما چیکار میکنیم؟ اعراب تقدیری میکنیم. حالت سوم مررت بموسی، مررت بی صدیقی. مثلا در حرف بی رب مونیم، مثلا بی صدیقی، بی صدیقی با همین طور می شود. در اینجا همین گپ رو میگیم. بی حرف جار صدیقی اسم مجرور، صدیق ببینید اسم مجرور علامت جره الکسرة المقدره میگیم. همچنین نمیگیم که این کسره برای این بی نیست، این کسره برای یا است. از این حساب در همین صورت هم ما میگیم کسرة المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه و هو الیا، که یا برای خودش حرکت موافق طلب میکنه که پیش خودش باید کسره باشد. دیدید اکنون معلوم شد که هر اسمی که به یای متکلم اضافه شود همه حالت اعرابش تقدیری است. اسمی مقصور همه حالت اعرابش تقدیری است. فقط اسم منقوص دو حالتی تقدیری دارد، یک حالتی نصب. در حالت نصب چی دارد؟ حالتش لفظی هست، چطوری که ما دیدیم. پس شما اسم منقوص را در این دو صورت، در وقت آخرش یا که باشد، ما گفتیم سبب آشکار نشدن حرکت ضمه در اینجا، حرکت کسره در اینجا، ما گفتیم چی است؟ چی است؟ ثقل وزمینی. وزمین که است برای خاطر حرکت را قبول نکرد. اما در موسی، در کلمه موسی در اسم مقصور حرکت را قبول نکرد. برای چی گفتیم؟ تعذر، ناامکان، ناممکن بودن، هیچ امکان نداره که اینها حرکت قبول کند. اما یای متکلم ده میگم که سببی ضمه نشدن و فتح نشدن یا کسره نشدن حرف قاف که تقدیریش میگیم، سبب چی است؟ اشتغال المحل به حرکت المناسبتی، مشغول بودن آخر کلمه به حرف موافق پیش از یا. خب این بود اعراب. اکنون شما تا به حال لفظاً او تقدیراً رو خوب جدی فهمیدید که یعنی چی. اکنون بیایید دوام صحبت رو میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. پیش از اونه که این دوام درس رو شروع بکنیم، بیایید اولا این دستگاه را پاک میکنیم. خب اکنون ببینید صاحب کتاب میگه که واقسامه اربعتون. ببینید واقسامه اربعتون یعنی قسمهای اعراب. ما گفتیم اعراب یعنی چی؟ یعنی تغییر یافتن آخری کلمه. الاعراب، ببینید الاعراب معناش چی؟ تغییر یافتن
آخری کلمه. قسم های اعراب چند تا است میگوید؟ میگه 4 تا است. یکم، دوم، سیوم و چهارم. دقت کنید این 4 تا چی است؟ یکمش میگوین رفع، دویمش میگوین نصب و سیومش میگوین خفض و چهارمش میگوین جزم. دیدید؟ این خودی قسم های اعراب است. پس اعراب تغییر یافتن رفع می شده است، نصب می شده است، خفض می شده است، جزم می شده است. 4 نمود می شده است. اکنون کدام اینها خاص اسم است، کدام اینها خاص فعل است؟ دقت بدید. برای اسم مثلا اسم، دوم فعل، اینها رو نوشته بگیرید. اسم از این 4 تا 3 تاش را قبول میکند. دیدید؟ 3 تاش را. فعل چی؟ فعل هم همچنین 3 تاش را قبول میکند. دیدید؟ اسم از این 4 تا 3 تاش را میگیرد، فعل هم از این 4 تا 3 تاش را میگیرد. پس اکنون 3 تا چی است؟ یکم رفع. اسم رفع میشود؟ بله، رفع میشود. مانند چی؟ مانند مثلا دقت بدید، مانند محمدون یذهب. ببینید محمدون یذهب. اکنون دقت بدید، محمدون، دقت دادید، محمدون این چی است؟ رفع است. علامت رفع چی است؟ رفع. ببینید محمدون رفع، اسم بود مرفوع، رفع قبول کرد. اکنون این اسم بود. فعل چی؟ فعل هم رفع قبول میکند؟ بله قبول میکند. دقت بدید، فعل هم همچنین رفع قبول میکرده است. رفع فعل هم قبول میکند. پس معلوم شد که رفع مشترک بوده است بین اسم و فعل، مشترک، یعنی هم در اسم شده است هم در فعل. مانند چی؟ مانند محمدون یذهبو. یذهبو فعل مضارع است نه؟ ذهب یذهبو، میرود در زمان آینده. پس یذهبو فعل است، آخرش رفع را قبول کرد. پس رفع مشترک بوده بین اسم و فعل. دقت دادید؟ دوم نمیگذاریم، نصب. نصب چی است؟ نصب، آیا اسم نصب قبول میکند؟ بله، نصب را اسم قبول میکند. پس نصب مانند چی؟ دقت بدید. مثلا می نویسیم که لن یضرب محمدون زیدن. دقت دادید؟ دقت بدید اینجا. لن یضرب محمدون زیدن. ببینید زیدن نصب اسم بود، زید اسم است، نصب را قبول کرد. اکنون فعل را میبینیم، آیا فعل هم نصب قبول میکند؟ فعل هم همچنین نصب را قبول میکند. فعل هم همچنین چیکار میکند؟ نصب را قبول میکند. مانند چی؟ مانند لن یضرب، فعل مضارع است، آخرش نصب است. ببین نصب است. اینجا ده مرفوع بود، رفع بود. اینجا ده نصب شد. پس معلوم شد که رفع و نصب مشترک بین اسم و فعل بوده است. مشترک بین چی است؟ اسم و فعل. خب اکنون بیاید در سوم قسم بگذاریم، خفض. اسم خفض را یعنی جر را قبول میکند؟ بله قبول میکند. ببینید خفض. خفض اسم سوم چیزی که قبول میکند خفض است. خفض را قبول میکند. فعل چی خفض را قبول میکند؟ نه، فعل خفض را قبول نمیکند. پس خفض خاص اسم است، فقط اسم خفض میشود و بس. بیایید یک مثال نوشته بکنیم برای خفض اسم. مثلا میگویم که لم، یا مثلا میگیم که مررت بزیدین.
بزیدین. مررت بچی؟ بزیدین. دقت بتید. خفض گفتیم مانندی مررت بزیدین، یعنی که بر نزد زید گذشتم. دقت بتید. کسره رو خفض رو قبول کرد، جر رو قبول کرد. زید اسم است، خفض رو قبول کرد. اما فعل چی؟ فعل خفض گفتیم قبول نمی کند. پس فعل چی را قبول میکرده است؟ جزم رو. پس فعل جزم رو قبول میکرده است. فعل جزم رو قبول میکرده است. جزم خاص فعل است. پس اسم جزم رو قبول نمی کند. مانند چی؟ مانند مثلا می نویسیم که لم یضرب، لم یضرب یا لم یذهب، لم یذهب محمد. دیدید؟ لم یذهب محمد. اکنون فعلی یذهب فعل است. دقت بتید که ساکن جزم را قبول کرد. دقت دادید؟ جزم علامتش چیه؟ ساکن. پس فعل جزم را قبول میکرده است، اما اسم جزم را هیچگاه قبول نمیکند. پس اینجا معلوم شد که رفع و نصب مشترک بین اسم و فعل است، خفض خاص اسم است، جزم خاص فعل است. اینها را در ذهنتون داشته باشید. اکنون بیایید صاحب کتاب رو میخونیم که چی میگوید. میگوید که و اقسامه اربعه، یعنی قسم های اعراب 4 تا هستند: رفع و نصب و خفض و جزم. ببینید، رفع و نصب و خفض و جزم 4 تا است. اکنون میگه فللاسماء من ذالک، پس میگه مال اسم از این 4 تا، میگه از این 4 تا اسم میگوید 3 تاش رو میگیرد. فللاسماء من ذالک یعنی خاص اسم از این 4 تا میگه الرفع و النصب و الخفض است. رفع، نصب، خفض است. ولا جزم فیه. چطور گفتیم که جزم در اسم نیست. جزم در اسم نیست. پس میگه اسم رفع و نصب و خفض قبول میکند، اما جزم قبول نمیکند. اسم یعنی که علامت جزم است. خب یکم مسئله دوم، وللافعال من ذالک، اما فعل ها میگوید از این کلمه ها 3 تاش رو همچنین میگیرد. چطور گفتیم 3 تاش رو؟ الرفع و النصب و الجزم ولا خفض فیه. میگه رفع میشود فعل، نصب میشود، جزم میشود، اما خفض نمیشود، جر نمیشود آخری فعل. دقت دادید؟ آخری فعل جر نمیشده است. پس این هست درس امروزه ما و شما. 1-2 فایده دیگر رو می نویسم به خاطر در ذهنتون موندن، زیرا که چطور گفتم به مثل فوندامنت است. حالا شما فوندامنت های خود رو قوی بکنید که در آینده باز چپگردان نشوید. مثلا یک آدم ما را بگوید که تو میگویی که فعل خفض نمی شود، آخرش کسره نمی شود، اما در قرآن الله میگوید که لم یکو، ببینید، لم یکو الذین. یکون فعل مضارع است، اما ببینید یکون در اینجا یک کس ما را بگوید که تو گفته که خفض رو فعل قبول نمی کند، اما یکون فعل از خفض رو قبول کرد کو، چی میگوییم؟ جواب چی است؟ میگیم نه، این حرکت اصلی نیست. اینجا یکون، لم یکون به مثل چی است؟ به مثل لم یذهب، آخرش سکون کردگی است. اما برای چی کسرش داده؟ برای التقای ساکنین. اینجا ساکن، اینجا ساکن. این را در صرف میخونه، همچنین در نحو هم هست که التقای ساکنین ده ما 2 حالتی خلاص شدن از التقای ساکنین داریم. یکم حالتش که این را حذف کنیم، میبینیم که نه، حرف علت نیست، حذف کردش نمیتونیم. پس برای التقای ساکنین خلاص خوردن حرف یکم رو کسره میتیم، حرکت میتیم، ساکنش میگیریم. پس میشه چی؟ لم یکون الذین. اکنون این کسره خفض، کسره اصلی نیست، بلکه اینجا چی است؟ ساکن هست. چطور ما گفتیم جزم را فعل قبول میکند. این یک فایده. و همچنین یک فایده دیگر در اینجا میخواهم نوشته بکنم و با همین
درس امروزه را به پایان میرسانم. پس ببینید برادران، رفع، کلمه رفع که میبینید، رفع 4 تا علامت دارد. چند تا علامت دارد؟ 4 تا. ببینید 4 تا علامت دارد. از این 4 علامت یک تاش اصلی است و 3 تا باقی موندهش، 3 تا باقی موندهش چی است؟ فرعی هست. درس آینده خواهیم خوند. یک تا اصلی است رفع و 3 تا فرعی دارد، جای نشینی دارد و غیر اصلی دارد. و نصب همگی 5 تا علامت دارد. دقت دادید؟ نصب 5 تا علامت دارد. یک تاش اصلی است و 4 تا باقی موندهش فرعی هست، غیر اصلی است. و خفض باشد 3 علامت دارد. 3 علامت دارد، 3 لقب دارد بگوییم. یک تاش اصلی است و 2 تا باقی موندهش غیر اصلی است، فرعی هست. جزم باشد 2 علامت دارد. جزم 2 علامت دارد. یک تاش اصلی است و یک تاش فرعی هست. دیدید؟ این را در ذهنتون جا کنید. چی طوره که بیان کردم این فوندامنت تحکرسی هست و این اساسی تعلیم شما هست. اگر میخواهید علم نحو را، گراماتیک زبان عربی را خوب فهمید، پس اینها را انمی طور در سرتون جا کنید. اکنون این 4 تا است و یکش اصلی و 3 تا دیگهش فرعی، 5 تاش اصلی و 4 تا دیگهش، این 5 تا دارد، یکش اصلی و 4 تاش فرعی، 3 تا دارد، خفض و یکش اصلی و 2 تاش فرعی. جزم 2 لقب دارد یا 2 علامت دارد، یک تاش اصلی است و یک تاش فرعی. اینها چی هستند و چی طور ما بشناسیم؟ درس آینده را انتظار باشید. در درس آینده ان شاء الله اینها را یک تا بیان خواهیم کرد که اصلی ها چی هستند و فرعی ها چی می باشند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. پس این بود دوم درس ما و شما از کتاب الاجرومیه و در اینجا این درس رو به پایان میرسونم. تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.